کوتاه با بزرگان فرهنگ ایران. دکتر جلال خالقی مطلق، ادیب، زبانشناس و شاهنامه پژوه. جلال خالقی مطلق در 20 شهریور ماه 1316 در تهران زاده شد. آشنایی او با شاهنامه فردوسی در نوجوانی، تحصیلات او در آلمان و مطالعات وی در حماسه‌ها و اساطیر سایر ملل، پژوهش اساسی و دانش بنیان شاهنامه فردوسی را در پی داشت. اثر ماندگار او، تصحیح شاهنامه فردوسی به روش انتقادی، پس از 35 سال پژوهش مستمر با بررسی تطبیقی 16 نسخه منتخب شاهنامه در سال 1386 منتشر شد. خالقی مطلق مدرک دکترای خود را در سال 1349 از دانشگاه کلن آلمان در 3 رشته شرق شناسی، تاریخ باستان و مردم شناسی دریافت کرد. سپس استاد دانشگاه هامبورگ شد و به مدت 35 سال زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را تدریس کرد. واج شناسی شاهنامه، زنان شاهنامه، شاهنامه از دست نویس تا متن، شاهنامه و فرهنگ ایران، همچنین ترجمه و تصحیح فرهنگ ریشه شناسی فارسی از زبان پهلوی بخشی از آثار گرانبهای اوست. وی مقاله ها و جستارهایی را نیز به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی در دانشنامه ها و مجله های معتبر ادبی منتشر کرده است. دکتر جلال خالقی مطلق بیش از 50 سال است که در آلمان زندگی می کند و بارها از سوی بنیادهای فرهنگی داخل ایران مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است. گفتنی است که در کار سترگ تصحیح شاهنامه دکتر محمود امیدسالار در جلد 6 و زنده یاد دکتر ابوالفضل خطیبی در جلد 7 او را یاری دادند.